بازیگرای ترک دارن با چه بیماری‌هایی دست و پنجه نرم میکنن؟ باورتون میشه این بیماری‌های عجیب و غریب رو داشته باشن؟ از ایدز و سرطان تا ذات‌الریه و افسردگی. اگه میخواید بدونید بازیگرای محبوب ترکی با چه بیماری‌هایی دست و پنجه نرم میکنن، روی دکمه عضویت بزنید و این ویدیو رو تا انتها تماشا کنید. کرم بورسین. وقتی کرم بورسین به خاطر بیحالی و خستگی به پزشک مراجعه کرده بود، خبرنگارا اونو احاطه کردن و ازش پرسیدن حالش چطوره. کرم ادعا کرد که دلیل این وضع جسمی خستگی ناشی از کار فیزیکی زیاد بوده، اما رسانه‌ها گفتن که کرم با دیابت دست و پنجه نرم میکنه و علت این بیحال شدنش هم بیماری قند خون پیشرفته است. جان یامان که مدت طولانی با عینک دیده میشد، بالاخره بیماری چشمی خودش رو فاش کرد. چشمای اون به نور حساسن و مجبور از عینک‌های فوتو استفاده کنه. گفته میشه که چشمای جان مورد جراحی قرار گرفته و توی دوره درمانیه، اما مشکلش جدی نیست و بعد از گذروندن دوره درمان با رعایت نکات کوچیکی مشکلش حل میشه. بوراک اوزچیویت. بوراک مدتی به شدت افسرده بود. همین چیز رو برای خودش بزرگ میکرد و برای اتفاقایی که نیفتاده بود نگران میشد. اون عصبی و تندخو شده بود، کمتر با دیگران ارتباط برقرار میکرد و زندگیش به شدت تحت تاثیر قرار گرفته بود، تا اینکه به توصیه پزشک سبک زندگیش رو عوض کرد. اون به سفر میرفت، موسیقی مینواخت و تمرین نقاشی میکرد تا که به مرور زمان بهبود پیدا کرد. کیوانچ تاتلیتوق. کیوانچ با بیماری ذات‌الریه دست و پنجه نرم میکنه. بیماری کیوانچ به قدر جدیه که چند ماه پیش با کرونا اشتباه گرفته شد و چندین روز توی بیمارستان بستری شد. کیوانچ جزو گروه پرخطر برای کرونا است، چرا که ذات‌الریه‌اش خیلی پیشرفته است. جالبه بدونید کیوانچ برای بازی در نقش شاعری که به سل مبتلا بود مجبور شد به شدت وزن کم کنه، اما بعدها خودش به این بیماری مبتلا شد. برنسات. برنسات بیماری ناخن جویدن داره. برن از کودکی این بیماری رو داشته و گفته میشه ریشه این بیماریش عصبیه. البته برن این بیماری رو با دارو پشت سر گذاشته. به علاوه برن از بیماری ناباروری هم رنج میبره. گرچه علم پزشکی به قدر پیشرفت کرده که این بیماری به راحتی قابل درمانه، اما از سمت برن تا به الان اقدام خاصی صورت نگرفته. البته منابع غیر رسمی خبر از سفر درمانی برن و کنان به آمریکا دادن، اما این پایان ماجرای برن نیست. چندی پیش خبر ابتلای برنسات به ویروس ایدز همه جا پخش شد. وقتی برن با حال بد به بیمارستان منتقل شد، پزشکان به ابتلاش به ایدز مشکوک میشن و آزمایش‌های لازم رو انجام میدن. خبرنگارا میگن که جواب آزمایشش مثبت بوده، اما به صورت رسمی این خبر پخش نشده. منابع غیر رسمی میگن که برن از کنان بیماری رو گرفته. هازال کایا. هازال به بیماری دیابت مبتلا شده. بیماری هازال به قدری پیشرفته است که توی 1 ماه 11 کیلو وزن کم کرده بود. حتی یه بار هازال به دلیل بالا بودن قند خونش از حال رفته بود. البته اون سعی کرده با پیاده روی، ورزش منظم و رژیم غذایی مناسب قند خون رو کنترل کنه. هازال اما به تازگی با بیماری سرطان مادرش هم دست و پنجه نرم میکنه. مادر هازال یه زن قویه که سرطان رو شکست داده و با روحیه بالا خیلی خوب روند بهبودی رو طی کرده. یکی از علتهای دیابت هازال علاقه شدیدش به فست فود و شیرینیه. آسلی انور. آسلی به بیماری خانش پریشی دچار شده.
این بیماری یه اختلاله که باعث میشه روانخوانی یا درک مطلب با کندی مواجه بشه. طوری که اصلی برای حفظ کردن دیالوگاش باید وقت زیادی بذاره. برای این کار اصلی زیر دیالوگ‌ها خط میکشه یا اونا رو به فایل صوتی تغییر میده. این بیماری ممکنه به مرور زمان پیشرفت کنه و حافظه فرد رو با اختلال جدی روبرو کنه. اما اصلی داره به خوبی این بیماری رو کنترل میکنه. کنان امیرزالی‌اغلو. کنان هم به دیابت مبتلاست، اما اون خیلی زود به این بیماری پی برد و تونست خیلی زود درمونش کنه. کنان برای کنترل بیماریش توی دوره‌های منظم به پزشکش مراجعه میکنه. سرنای سایکایا. سرنای برای برداشتن توده از سینه‌اش به یونان رفت و کرم بورسین نامزد سابق سرنای هم اون رو توی دوره درمان همراهی کرد. جزئیات زیادی از این بیماری منتشر نشده، اما حال عمومی سرنای عالیه. الچین سانگو. الچین یه توده خوشخیم روی صورتش داشت که با جراحی حل شد. وقتی الچین متوجه یه ورم روی صورتش شد، به پزشک مراجعه کرد که بعد از آزمایش‌ها مشخص شد که این یک کیست خوشخیم بوده. مریم اوزلی. مریم اوزلی به افسردگی شدید مبتلا شده بود. بیماری مریم به قدری شدید بود که فیلمبرداری سریال محبوب خرمسلطان رو ترک کرد و به آلمان رفت. خیلی‌ها فکر می‌کردند که مریم به خاطر مشکلات مالی سریال رو رها کرده، اما حقیقت این بود که مریم به شدت افسرده بود. پزشک مریم گفته بود که حالت روحی مریم مثل کسیه که از جنگ برگشته یا 1 سال تمام زندانی بوده. مریم اما الان وضعیت روحی خوبی داره. وجود دخترش به اون انگیزه بزرگی برای غلبه بر بیماری روحی داده. تولگاهان سایشمان. تولگاهان از وجود یک غده در گلوش رنج می‌برد و با جراحی این غده برداشته شد. حالا پسرش هم به دلیل وجود غده در سر تحت درمانه. حال تولگاهان و پسرش خوبه. بنسو سورال. بنسو که به دلیل چاقی زیاد مدام رژیم گرفته بود، بارها و بارها غش کرد. این غش کردن به قدر تکرار شد که پزشک بنسو اون رو سر تشخیص داد و 1 سال تمام تحت درمان سر بود. اما بعدها مشخص شد رژیم سنگین بنسو باعث شده اون با ضعف دائمی بدن همراه باشه. اون حالا گهگاهی با این حملات شبه سر مواجه میشه، اما خوشبختانه به سر مبتلا نیست. جم ییلماز. این بازیگر کمدی ترک به ناخن جویدن مبتلاست. گرچه این بیماری درمان داره، اما گویا جم نامزد حال حاضر سرنای خیال نداره فکری برای این بیماری بکنه. توبا اونسال. این بازیگر 28 ساله به تب مدیترانه‌ای مبتلاست. این بیماری که در نژاد ترک خیلی شایع است و حتی در ایران هم مردم عزیز ترک رو بیش از همه درگیر کرده، بیماری با شیوع بسیار کمه که با تب دوره‌ای، درد قفسه سینه و درد مفاصل همراهه. این بیماری غیر عفونیه و یک جهش ژنتیکیه. آزروم اونال. آزروم مدت زیادی با سرطان غدد لنفاوی درگیر بود، اما بعد از اینکه این سرطان رو شکست داد به سرطان تیروئید مبتلا شد. آچلیا الماس. آچلیا 4 بار سرطان رو شکست داد و با شجاعت تمام با بیماری روبرو شد. آچلیا الان در وضع عمومی خوبی به سر میبره. برای این بازیگرا آرزو میکنیم که بتونن سلامتیشون رو کامل به دست بیارن. خیلی مایلیم که نظرتون رو در مورد این ویدیو بدونیم.
نظرتون رو برامون کامنت کنید و اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما اونو لایک کنید.